خوجند یکی از شهرهای قدیمترین در آسیای میانه می باشد که همچون مرکز تجارتی مشهور است. اینجا راهی بزرگ ابریشمی میگذشت که آسیا و اروپا را پیوست میکرد. تاریخ شناسان قدیم در موادهای علمی خود خوجند را تیرازی جهان یا عروسی در نامیده از مردمی با فرهنگ آن یادآور میشوند. چند سال آخر در خوجند از روز شهر استقبال میگیرند. این سنه به آخر هفته ماه سپتامبر انیقترش 25 راست آمده است. در این روز رئیس شهر کل ساکنان خوجند را مبارکباد مینماید. همشهریان عزیز، پیش از همه میخواستم همه شهروندان شهر خوجند، مهمانان شهر خوجند را با روز شهر خوجند باستانی از نام مقامات اجرایی حکومت دولت شهر خوجند از نام خودم صمیمانه تبریک و تهنیت گویم. برای هر یک شهروند شهر خوجند روزگار آباد، تنی صحت، خاطر جمع تمنا نمایم. البته شهر خوجند در دوره استقلالیت با دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امید رحمان، دستگیری‌های رئیس ولایت و مقامات اجرایی حکومت دولت ولایت خیلی رشد یافته شده است. سال از سال ترقی و بهبودی‌های نظر است به چشم رسیده شدند. امروز صاحبکاران بانانگ ناموسی شهر خوجند برای آبادی شهر سهم‌های بازسازی خود را می‌گذارند و تمام مردم شهر باستانی خوجند امروز برای رشد و نمو کردن تاجیکستان عزیز، برای دستگیری اقدام‌های نیک پیشوای معظم ملت، سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی آماده هستند و کوشش و غیرت کرده شدند. من باور کامل دارم که شهر خوجند در آینده نیز باز از این هم رشد و نمو می‌یابد و یک گوشه آباد وطن عزیز ما می‌گردد. ما با تشبث پیشوای معظم ملت امسال جشن‌های بزرگ را قید کرده شدیم. با اقدام نیکی آن کس 5500 سالگی سرعزم باستانی قید کرده گرفته شد. امروز ما آمادگی دیده ایستادیم برای جشنگیری 700 سالگی شاعری بزرگ شیخ کمال خوجندی. این آمادگی‌ها با دستگیری رئیس ولایت صلح محترم رجب احمدزاده در سطح جمهوری البته قید کرده می شود. ما تصمیم گرفتیم آخرهای ماه اکتبر این جشن 700 سالگی شیخ کمال خوجندی را نیز با همه شهروندان خوجند با مهمانان یک جای قید نماییم. باز یک بار دیگه از نام مقامات اجرایی حکومت دولت شهر خوجند از نام خودم تمام شهروندان، مهمانان و آن کسایی که خوجند عزیز را دوست می‌دارند با روز خوجند تبریک می‌کنم. خوجند همچون شهری تاریخاً کهنی آسیای مرکزی از روی تحقیقات عالمان باستانشناس، تاریخشناس و معماران چند دوره با برکتش را اثر گذرانده است. دوره یکم ساختمان شهر عصرهای 6 و 4 تا میلاد خوجند ارخائیکی قدیم به حساب می رود که منسوب به زمان حکمرانی سلاله هخامنشیان است. ثانی‌تر خوجند در حیات امپرای اسکندر مقدونی وسیع می شود و انکشاف می یابد. در سالهای حکومت شوروی خوجند یکی از مرکزهای کلان اقتصادی و مدنی تاجیکستان تبدیل یافت. ساحه‌های اساسی صنعت، بافندگی، کارکردی متل، بیناکاری، دوزندگی، خیره‌کاری در این شهر رشد می‌کند. سال 1982 در شهر زیاده از 25 کارخانه صنعتی موجود بود. کمبینات شاهی بافی شهر یکی از کلانترین کارخانه‌های صنعتی اتحادیه شوروی بوده 80% شاهی تاجیکستان با زیاد از 45 نو و 500 نامگوی متاع استحصال می‌شد. شهر قدیمه که تاریخ بیش از 2500 ساله دارد روز از روز جوانتر می‌گردد. امروز سیمای خوجند شهری باستانی کلاً تغییر یافته است. با برابر زیاد شدن کارخانه‌های صنعتی، گلگشت و باغ‌ها، بناهای استقامتی، مرکزهای سودا روی به ترقی نهادنش، ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق نیز با مرام رشد دارند. من سال‌های طولانی در دوشنبه زندگی می‌کردم و وقتی که به شهر خوجند کوچیده آمدم برای من یک باعثی افتخار بود که شهر من همین قدر آباد شده است. باز حاضر وقتی که من نگاه میکنم که به افتخار 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان عزیزمان روزهای آبادکاری خیلی بامرام رفته ایستاده است و هر روز قریب ما از واسطه اخبار عمومی شبکه‌های اجتماعی میبینیم که همین بناهای نو، مؤسسه‌های نو، کارخانه‌های نو کارشاده شده ایستادند و حتی یک دفعه من همراه نبیره‌هایم بیگاهی به کوچه‌های شهر برآمده همین که حیران شدم که به مانند همین شهرهای تماشاباب دوبای، استانبول همین خیلی چراغان، گل و گلزار از همه اساسیش آزادگیه که برای شهر هست. این البته هم کارمندان خواجگی کمالی کوشش میکنن
ва албатта худи як маданияту фарҳанги мардуми мо баланд шудааст. барои ҳамин ҳам таҷлил кардани чунин идҳо ба монанди рӯзи шаҳр як ҳисси ватандӯстии моро ба ҳамин ватани хурда мо мегӯянд ки одатан баланд мекунад ва ҳар як кас кӯшиш мекунад ки як саҳми назарраси худашро дар обу ободонии ҳамин шаҳри худаш гузорад. дар шаҳри хуҷанд 22 кумитаи маҳалла, муассисаҳои маорифу тандурустӣ, мактабҳои олӣ, корхонаҳои истеҳсолӣ, бозору марказҳои савдо фаъолияти пурсамар доранд. симои зоҳирии шаҳр диққати ҳар нафар сайёҳро ба худ ҷалб намуда, бозгӯи таърихи қадима мебошад. ҳамасола сокинон рӯзи хуҷандро бо шукӯҳи хоса таҷлил мекунанд. шароити кунунии пандемия COVID-19 ба таҷлили бо тантании рӯзи шаҳр низ монеъ шуд, аммо ҳолати ба миёномада ҳаргиз садди роҳи хушнудии қалби сокинони хуҷанди бостонӣ намешавад. гузориши Гулҳаё Камолзода ва Наим Аёбов барои барномаи Иттилоотии хабар.